من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت 3 غروب کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی دختر دایجان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه. چه بلایی سر این شهر اومده؟ زلزله؟ زلزله یه جور خرابی میتونه بار بیاره؟ پس چی شده؟ خونه به آدمی آباد میمونه، خرابه به جن. آدمی زاد جلایی وطن کرده که ای جور شده ایجا. یا آنه این خونه ها نبینی جور خراب و خالیه. از وقتی که مردم جلای وطن کردن رفتن این شهر شده لونه جن. از سفیده سحر که پا میشم تا بوق شب میشورم و میسابم و میپزم. تو میتونی پشتم 10 دفعه بگی میشورم و میسابم و میپزم؟ من روزی 10 مرتبه میشورم و میسابم و میپزم، میشورم و میسابم و میپزم. من نه ماه فروشم نه قصد. من عین تو شباب لازم دارم. دلم به این خوشه که این فکر منه، که خط منه. بدون اینا من کی هستم؟ تو اگه کلفت میخواستی چرا اومدی سراغ من؟ و هنر نو کن اکنون جامعه کهن، دول است و افسون اهل من. ای دشمن الف و سنگ خالعی، من آهنم 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 خون من نثارم